شرایط حال حاضر داخل سرزمینمون ایرانمون شرایط ایدئالی رو تجربه نمی‌کنیم. خیلی جاها کسب و کارها از این بابت آسیب می‌بینن، ضربه می‌بینن. تو این شرایط چیکار کنیم ما چطور ثبات و فروش و حفظ فروش داشته باشیم؟ زمانی که ما اتفاقات این چنینی رو داریم، یعنی بحران داریم، اولین اتفاقی که میفته رفتار خریدار و مصرف کننده ما تغییر میکنه و شما باید سیستم خودتون رو با درک این موضوع آپدیت کنید. همه ماها تو این شرایط احساس ناامنی میکنیم. پس اولین اتفاقی که میفته نسبت به ریسک تصمیم گیری حساس میشیم. یعنی اگر قبلا حس از دست دادن برامون 2 تا ارزش داشت و سنگینی میکرد، الان 10 تا سنگینی میکنه. همه این اتفاقات فشار روحی روانی به مصرف کننده و به ما وارد میکنه و زمانی که این فشار رو ما نتونیم مدیریت بکنیم تو زمینه‌ای که می‌خوایم فروش رو نهایی کنیم، باز باعث میشه که مصرف کننده ما از چرخه خرید خارج بشه. بحث نیاز به اطمینان، یعنی من این خرید رو دارم انجام میدم، کمترین ریسک رو برام داشته باشه. این 3 تا مورد معمولا توی رفتار مصرف کننده به شدت تغییر میکنه و ریتش بالا میره. اگه این موارد رو رعایت نکنید، بی‌رحمانه و به راحتی از سبد خرید مشتریتون حذف میشید.